من عربوف شمس‌الدین مشاور شعبه معارف ناحیه واسه هستم. باید بگویم که در عرفه 35 سالگی استقلالیت معارفچیان ناحیه واسه سیاست معارف پرورانه پیشوای معظم ملت را همه‌جانبه دستگیری نموده بهر باز هم بالا بردن سطح و صفت درس‌ها کوشش به خرج داده ایستاده‌اند. باید به اطلاع شما برسانم که در ناحیه واسه امروزها 3338 نفر آموزگاران به تعلیم و تربیه نسل نورس مشغولند و شماره مکتب‌های ما امروز به 73 عدد می‌رسد که نارسایی کادرها در ما مشاهده کرده نمی‌شود و در معارف ناحیه واسه برای بلند بردن سطح و صفت تحصیلات برای جلب خوانندگان به کتاب و کتابخوانی چاره‌های مشخص اندیشیده می‌شود و باید بگویم که نتیجه همین تلاش‌های پیگیرانه آموزگاران ما و مسئولان شعبه معارف هستند که مرحله به مرحله شماره داوطلبان ما اشتراکچیان ما در آزمون‌ها به مراتب می‌افزاید. اگر در سال خانش 2023-24 خوانندگان ما در آزمون‌های جمهوریوی همگی به 38 جا صاحب شده باشند، پس از یک سال یعنی در سال خانش 2024 و 25 علاکه خوانندگان ما با 27 جای افتخاری از آن جمله 2 جای یکم نایب شدند که نسبت به سال گذشته 7 جای زیاد است. از همه دستاورد مهمی ما در سال خانش 2023 و 24 این اشتراک خوانندگان ما در آزمون جمهوریوی فروغ یوسفی دانایی کتاب است می باشد. باید بگویم که سویه دانش بلند خوانندگان ما امکان داد که از 9 نفر فرستادگان ما در این آزمون 7 نفری آنها صاحب مکافات های این آزمون با نفوذ جمهوریوی بگردند. از آن جمله 1 نفر با گرفتن شاه جایزه نایل گردید. همه این دستاوردها ما معارفچیان ناحیه واسه را خاطر جمع نمیکند، بلکه در نزد ما وظیفه های بس و مسئولیتناک را میگذارد که ما باید از این هم باز به دستاوردهای زیادتر نائل شویم. از این جمله حالا در شعبه معارف با تشبث و دستگیری به واسطه اجرا کننده وظیفه شعبه معارف پیرزاده رستم علاکه روی خط خوانندگان فعال اشتراکچیان آزمون هر یک مکتب را ما دسترس کرده جدول‌های علاوگی برآورده که در دوام 3 ماه تعطیل آموزگاران علاهیده با خوانندگان فعالی که در آزمون‌ها اشتراک کرده بودند در المپیاد اشتراک کرده بودند با آنها درس‌های علاوگی می‌دهند. این طرز کار به ما امکان می‌دهد که باز در سال خانش 2024-25-26 از این در کامیابی‌های نظررس و نائل گردیم. حاضر که معلوم است که کودکان ما به تعطیل تابستانه می‌برایند و از ابتدا از ماه‌های اپریل مارس سر کرده در این مسئله چورانداشی نموده بودیم. در نزد هر یک مکتب لاگرهای استراحتی تشکیل کرده شده است که خوانندگان صنف‌های ابتدایی بیشتر با آن فرا گرفته می‌شوند. اینچنین با دستگیری کمیته اتفاق کسبه شعبه معارف خوانندگان علاهیده و لاگرهای علاهیده جمهوری فرستاده می‌شوند که علاوه این همش نقشه‌بندی کرده شده است. باید بگویم که در ناحیه واسه که رئیس یا رئیس معارف پرور میگویند همه پهلوها برای پیشبرد کار تعلیم و تربیت مهیا می باشد. علاکه امروزها در نزد بناهای مکتب رقم 34 13 11 و دیگر مؤسسه ساختمان بناهای علاوگی و در نزد زیاده از 15-16 مؤسسه تعلیمی دیگر خواندن ساختمان بناهای سیمفونی‌های علاهیده ادامه دارد که در سپتامبر همه اینها با استفاده داده می شود. یک چیز دیگر را من همچون کارمند ساحه معارف مشاهده کردم که سیاست معارف پرورانه پیشوای معظم ملت را تمام قشر جامعه ناحیه واسه دستگیری میکرد. علاکه خودی محل ها کارگران و دیگر طبقه ها جمعیتی یکجا شده در دهه های خود در نزد مؤسسه های تعلیمی دهه های خود با ساختمان بناهای علاوگی مشغولند، با ساختمان
سیمخانه‌های ایلواگی مشغولند که همه این نشان این است که خلق ما، مردم ما سیاست معرفانه پیشوی معظم ملت رو همه جانبه دستگیری کرده ایستاده است.